خب بچه‌ها، نکته اول این که شهروند ساده مثل یه عقاب میمونه. تنها کسیه تو بازی که بدون هیچ ترسی میتونه بلند شه بزنه تو دل مافیا و باشون ساید بگیره. نکته دوم و یک نکته خیلی مهم این که شهروند ساده تنها کسیه تو بازی که کاملا بر اساس فکت‌ها و استدلال‌های توی بازیه که میره جلو، چون بقیه نقش‌ها میتونن که بر اساس نقشی که روی کارتشون هست چه شهروند چه مافیا بازی کنن، ولی این شهروند ساده است که به تمامی حرفا گوش میده. و نکته سوم این که شهروند ساده بازیکنیه که میتونه بدون هیچ استرسی بازی رو دنبال کنه و به تمامی فکت‌ها به طور دقیق گوش بده و بدون استرس حرفش رو بیان کنه. پس اگر شهروند ساده شدی از هیچ چیزی نترس و بازی تو دنبال کن.